بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من 48 سؤالا في الصيام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين جميعا. اینک ما بعون الله حق سبحانه و تعالی درسوی خود را دوام میدهیم از رساله به نام 48 سوال آیدی روزه از آن شیخ علامه محمد بن صالح العثیمین، الله حق سبحانه و تعالی این کس را و والدینشان را و جمیع مسلمانان را مغفرت کرده باشد. درس امروزی ما آغاز می‌یابد از یکی تحت سؤال پنجم، خیلی یعنی که سوال میدیم به شیخ، میفرمایند که کثیر من الناس فی رمضان اصبح همهم الوحید هو جلب الطعام والنوم، فاصبح رمضان شهر كسل وخمول، كما ان بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فما توجيهكم لهؤلاء؟ واقعا یعنی که همین در بسیار آدم ها هست همین خصلت. یعنی بسیاری مردم در ماه رمضان غم و اندوه و اهمیت یگانشان فقط چی هسته؟ خوردن و خواب رفتن. خیلی تاجیکان میگوین فقط ماه رمضان در آمد، شکر الله. بعضی کسا از جای کار جواب میگیرن، با کارخونه ها رحمشون آمده اینا رو جواب میدهن که اینا بیمالا روزشون این چیکار منه؟ خدا داد گفته ماهی خوردن و خواب رفتن در آمد. گفته چیکار میکنن؟ ماه رمضان به یک ماهی تنبل و دنگاسگی و یعنی که بیهودگی میگذرد برای اینها، مبدل میشود. بگیم خیلی که بعضی انسان ها هستن که شب تا سحر بازی میکنن و روز تا شب چیکار میکنن؟ خواب میکنن. حالت این آدم ها را یعنی که روشن. اکنون فما توجیهکم لهؤلاء، یعنی که شما نسبت اینها چی نصیحت و چی مثلا گیریم چی نصیحت میدهد، چی میگوید؟ شیخ میفرماید که ارى ان هذا في الحقيقه يتضمن اضاعه الوقت و اضاعه المال. من چنین میبینم که این کار در حقیقت در بر میگیرد هم وقت را ضایع کردن و هم مال را، پول و پیسه را ضایع کردن. اذا كان الناس ليس لهم هم الا تنويع الطعام والنوم في النهار والسهر على امور لا تنفعهم في الليل، وقتی که مردم تمامی غم و کوشش و تلاششان فقط برای خاطر رنگارنگ کردن طعام ها باشد و در روزها خواب کردن و شبا را به بیخوابی در کارهای بیهوده گذراندن که یگون فایده به ایشان نمی بخشد در این شب، نرده بازی میکنن و دیگه. فإن هذا لا شك اضاعة فرصة ثمینه، یگون شک و شبهه نیست که این ضایع کردن یک فرصتی گرانبهاست، این یک وقتی قیمت از دست داده ایستادن اینها. ربما لا تعود الى الانسان في حياته، احتمال همین شدنش ممکن که این فرصتی گرانبها دیگه یعنی که در حیاتش نصیب داری یا که نصیبی این انسان نشود. فالرجل الحازم هو الذي يتمشى في رمضان على ما ينبغي من النوم في اول الليل، یعنی شخصی عاقل، شخصی یعنی که عزم و ارادی مستحکم دار و چنین شخصی می باشد که در ماه رمضان چنین حرکت می کند، علی ما ینبغی، چی خیلی که لایق است همین طور حرکت می کند. خوابش هم مثلا خواب می رود در اول شب، والقیام فی التراویح و در نماز تراویح می خیزد، والقیام آخر اللیل و در آخری شب میخیزد اذا تیسر، وقتی که برایش میسر شود. و كذلك لا يسرف في المآكل والمشارب، آدمی با عزم و اراده، آدمی عقل و فراست دار، یعنی در خوردن و نوشیدن هم اسرافکاری نمی کند. ولا ينبغي لمن عنده القدرة ان يحرص على تفطير الصوام اما في المسجد او في اماكن اخرى، یعنی اون کسی که لمن عنده القدره
کسی که قدرت و توانایی دارد باید که تلاش کند، ان یحرس، تلاش کند چیکار کردن؟ افطار فریاد کردن روزدارها یا در مسجدها او فی اماکن اخرى یا که در دیگر جاها. لان من فطر صائما له مثل اجر، کسی که یک شخصی روزه داره چه افطار فریاد کند برایش همانند اجر او می شود. فاذا فطر الانسان اخوانه الصائمین، وقتی که انسان برادرای روزه دارش افطار فریاد کند افطار دهند، فان له مثل اجورهم، برای او همانند اجر و ثواب وی هاست. و یا یک خیلی نیست اون چند نفری که تو فریاد میکنی، یک کسی هست که بسیار نماز میخوند در ماه رمضان، یک کسی دیگه بسیار دیگه احسان میکند، یک کسی دیگه بسیار قرآن میخواند، همه وی ثوابشونه برای تو هم الله سبحانه و تعالی از ویا گیر نگرفته. چه خیلی که ویا ثواب میگیرن برایشون، چه خیلی ثواب میگیرن برای تو هم خیلی ثواب میشه. فینبغی ان ينتهز الفرصه من اغناه الله تعالی حتى ينال اجرا كثيرا، باید که کسی که الله سبحانه و تعالی این خیلی بایو به دولتش کرده و امکانیت دارش کرده، این فرصت از دست ندهد تا اینکه نائل اجر و ثواب بسیار گردد. این بود سوال پنجم. سوال ششم، بعض ائمة المساجد في رمضان يطيلون في الدعاء وبعضهم يقصر فما هو الصحيح؟ یعنی سوال چنین بود است که بعضی امام های مسجد امام های مسجد ها چیکار میکنن؟ در ماه رمضان دعای دور و دراز میکنن و بعضیشون به حد دعای کم میکنن. کدامش درسته؟ شیخ میفرماید که الصحیح ان یکون الا یکون بود باشد، الصحیح الا یکون غلوا ولا تقصیرا. صحیح یعنی دعای درست آن است که نه باید که از حد گذری باشد و نه از حد کم باشد. فهمیدید؟ فالاطاله التي تشق على الناس منهی عنها، اون دعای دور و درازی که بالای مردم مشقتی می آورد از این منع کرده شده است، جایز نیست. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في قومه غاضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضبا لم يغضب في موعظة مثله قط. وقتی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین خبر رسید که معاذ بن جبل نماز مردم دراز خوانده ایستاده است، در بین مردم ایستاده، چین نماز دراز کرده ایستاده است، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنان در غضب آمد که در یگان موعظه مانند این غضب چنین غضب کردگی نبود. و قال لمعاذ بن جبل، برای معاذ بن جبل وقتی که روبرو شد گفت افتان انت یا معاذ، تو یعنی فتنه انداز هستی؟ مگر ای معاذ مردم در فتنه انداختی؟ مردم یعنی که مجبور کرده اینا اپشت و غیبت و سخنچینی کردن. رواه البخاری و مسلم. فالذي ينبغي ان يقتصر على الكلمات الوارده او يزيد قليلا لا يشق، یعنی همون دعایی که باید چنین رفتار کرده شود باید که ان یقتصر، یعنی کفایت کنه شخصی دعا کن و یک کلمه هایی که در حدیث و در قرآن وارد شدگی هستن، آمدگی هستن، خودش یعنی که جمله ها نسازد، یا که علاوه کند اندک، چنان علاوه کند که لا یشق، مشقتی نآورد. ولا شک فی ان الاطاله شاقه علی الناس، شک نیست که دور و دراز کردن دعا، دور و دراز کردن نماز این مشقتی می آورد بالای مردم. و ترحقهم، و ها یعنی که به تنگ می آورد. ولا سیما الضعفاء منه، خصوصا الدنیای های اون کس ضعیف باشد. و من الناس من یکون وراءه اعمال، بعضی مردم هستند که پس از نماز خود، پس از این یعنی که وای یا پس از سری خود کار پرتافته آمده است، میخواد که نماز تمام شود رفته پس کار شود. ولا يحب ان ينصرف قبل الامام، و نمیخواد در برابر این که از امام پیش برود. و یشق علیه ان یبقى مع الامام، به امام ایستادنش هم مشقت است، پرتافته رفتنش هم مشقت است. فنصیحتی لاخوان الائمه، نصیحتی من برای برادران امام چنین است که ان یکونوا بین در بین این دو چیز باشند، نه دور و دراز نه کوتاه، میانه. كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحيانا حتى لا يظن العامة أن القنوت واجب في الوتر. و همچنین باید که بعضا
در بعضی حالات دعا کردن ترک کند، دعا نکند، حتی اینکه مردمی بی سواد گمان نکنن که قنوت خواندن واجب است در نماز وتر، خیلی که اون کسانی که در مذهب حنفی هستند و از ابو حنیفه یگان چیز خبردار نیستند. نه. سوال هفتم، ما صحت حدیث افطر الحاجم والمحجوم، یعنی تا چه اندازه یعنی که این حدیث صحیح است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که یعنی که روزش ویران شد کسی که حجامت میگیرد از یگان کس و المحجوم اون کسی که وی حجامت کردن. شیخ می‌فرماید که هذا الحديث صححه الامام احمد رحمه الله، این حدیث امام احمد صحیحش گفته است و كذلك شیخ الاسلام ابن تیمیه، همچنین شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن قیم اینها و غیرهم من المحققین و غیر از اینها دیگر از اهل تحقیق و هو صحیح، این صحیح است و هو ایضا مناسب من الناحیه النظریه، یعنی این واقعا درست از جهت نظری اگر نظر کنید واقعا یک مناسبت دارد، یک گپ دارد، لأن المحجوم یخرج منه دم کثیر، زیرا کسی که از وی حجامتش میکنن و از وی خونی بسیار میرود، یضعف البدن، بدنش ضعیف میشود، و اذا ضعف البدن احتاج الى الغذاء، وقتی که بدن ضعیف شود احتیاج به خوراک دارد، فاذا كان الصائم محتاجا الى الحجامه وحجم، وقتی که یک کسی روزدار محتاج به حجامه باشد و حجامه کند، حجم قلنا ما میگیم که افطرت، روزت شکست میگیم، فکل واشرب بخور و بنوش من اجل ان تعود قوت البدن، برای خاطر اینکه قوتی بدن تو برگردد دوباره. اما اذا كان غیر محتاج، وقتی که محتاج نباشد نقول له، برایش میگیم که لا تحتجم، حجامه مکن. اذا كان الصيام فرضا، وقتی که روزه فرض باشد، و حينئذ نحفظ عليه قوته حتى يفطر، در همون حین ما چکار می‌کنیم؟ قوتش محافظت میگردونیم تا اینکه چه افطار کردنش. وقتی که افطار کرد قوتش میدارد و چکار میکند؟ یعنی حجامه چقدر خواهد میکنه. خب سوال هشتم، ما حکم ذهاب اهل جدته یا جدته الى مکه لصلاه التراویح، یعنی حکم رفتن اهل جده به مکه، یعنی مردمی که جدند هستند به مکه میروند برای خاطر نماز تراویح خواندن، حکمش چیه؟ شیخ میفرماید که لا حرج فی ان یذهب الانسان الى المسجد الحرام، باکی ندارد که انسان به مسجد الحرام برود که یصلی فیه التراویح، برای خاطر در اونجا نماز تراویح خواندن، لان المسجد الحرام مما یشد الیه الرحال، زیرا که مسجد الحرام از جمله مسجدهای می باشد که به خاطر همونجا رفتن سفر، عزم اراده و نیت سفر کردن می شود. ولكن اذا كان الانسان موظفا او كان اماما في مسجد، ولی یک انسان مثلا گیریم وظیفه دار است، پشتبان یکون کاری ضرور داره از طرف دولت، یا که امام مسجد است، فانه لا يدع الوظیفه، نباید که این کس وظیفه دولتی را پرتوید، او یدع الامامت، یا این امامتی را ترک کند، و یذهب الى الصلاه، به نماز برود فی المسجد الحرام، در مسجد الحرام، لان الصلاه فی المسجد الحرام سنه، زیرا که نماز در مسجد الحرام خواندن این سنت است. و اما القیام بالواجب الوظیفی فانه واجب، اما بجا آوردن یعنی وظیفه ضروری این هم ضرور است. ولا يمكن ان يترك الواجب من اجل فعل السنه، یعنی نباید که شخص واجب را ترک کند برای خاطر انجام دادن یگان سنت شده. وقد بلغني ان بعض الائمه يتركون مساجدهم، و من چنین خبر رسید است که حتی بعض امام ها مسجدها را پرتافته میروند، و یذهبون الى مکه من اجل الاعتکاف، و مکه میروند برای خاطر اعتکاف نشستن فی المسجد الحرام، در المسجد الحرام، او من اجل صلاه التراویح، یا به خاطر ادای نماز تراویح میروند، و هذا خطا، این کارشون خطا است. لأن القيام بالواجب واجب، زیرا که وظیفه را به جا آوردن واجب است، و الذهاب الى مکه لاقامه التراویح او الاعتکاف لیس بواجب، اما با مکه رفتن برای خاطر نماز تراویح خواندن فقط، یا که برای خاطر اعتکاف نشستن باشد، این واجب نیست. ان شاء الله دوام بشه با درس آینده میگذاریم. نكتفي، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.